طرف اینترپل و با تشبس آنها 11 نفر وابسته به اجرایش فرمان پرزیدنت جمهوری پاکستان درباره اشتباه شدن و آقا مستشارتون پاسخ بدید. Все его по городу. Ну вот, там очередь. Да, давайте, да. از طرف یکان دولت و شهروند رسما به مقامات دفاتر جمهوری تاجیکستان عرض شده درباره رفتن ماشین‌ها در شدگی نیست. بخصوص خیلی دولت آلمان نگفته نماند که در مرکز اینترپل همه این اختلاف‌های برگزیده شده به قید گرفته می‌شود، لیکن همین ماشین‌هایی که به تاجیکستان وارد شده است همه آنها زیاده از 3 تا نیم سال به قید گذاشته شدگی نیست. در اینجا عین شهروندان ما نیست و در دزدیدن و باید تصرف آن شهروندان ما دست ندارد. با دولت آلمان ما همه شرطنامه را تیار کرده برای همکاری پیشنهاد کرده که طوری قریب 1 سال می شود فقط امضاش مونده بود تا امروز به امضا نرسیده است. 680 جنایت مربوط به خرج پول شده‌ام به قید گرفته شد و اشکال کرده شد. این نسبت به همین دوره سال 2012 150 فدد جور میشه. که سردار مرکز اطلاعاتی است. ای 1336 جنایت از طرف قانون 1089 جنایت از طرف زنها در جمهوری صادر شد. جزا آورده شده و خدمت رسانی دولتی افغانستان در سال 2013 با بودجت جمهوری 224 میلیون سومانی مبلغ وارد شده است که نسبت سال گذشته 66 میلیون زیاد میشه. برای شأن بی‌خطر 24 میلیون سومانی جریمه کرده. اما حساب جمع‌آوری مبلغ از حساب 24 میلیون سومانی گذاشته. یک مسئله شهر بی‌خطر در نظر شهر بی‌خطر زیاده است نزدیک 3 میلیون.